سلام، من حمیده هستم و قراره بهت یک سیب زمینی نیمه آماده ترد و خوشمزه یاد بدم که بتونی ازش کسب درآمد کنی. به سیب زمینی شکر و سرکه نیاز داریم. یک قابلمه آب رو روی گاز بذارید. زمانی که آبش جوش اومد سیب زمینی ها رو درون اون بریزید. به ازای هر سیب زمینی بزرگ 2 قاشق شکر و 4 قاشق سرکه سفید اضافه کنید و بذارید سیب زمینی هاتون در این محلول به مدت 7 دقیقه بجوشه و در قابلمه هم به همین صورت باز بذارید. بعد از اینکه 7 دقیقه تمام شد سیب زمینیاتون رو آبکش کنید و بعد سیب زمینی ها رو درون آب خنک بریزید. هرچه که این آب خنک تر باشه سیب زمینی شما تردتر میشن. بعد آبکش کنید. بعد از اینکه آبکش کردید این سیب زمینی ها رو درون روغنی که از قبل گرم کردید و دماش 170 درجه هستش بریزید و به مدت 2 دقیقه سرخ کنید. 2 دقیقه کافیه. و بعد اون رو روی دستمال قرار بدید تا روغنش کامل کشیده بشه و سیب زمینیاتون کامل خنک بشن. زمانی که سیب زمینی ها رو کامل سرخ کردید اون رو بذارید توی محیط که کاملا خنک بشن. بعد از اون میتونید اونها رو بسته بندی کنید و فریز کنید و هر وقت نیاز داشتید از اونها استفاده بکنید. حتما دقت کنید زمانی که خواستید این سیب زمینی ها رو از فریزر در بیارید و مجدد استفاده کنید به همون صورت یخ زده درون روغن داغ سرخشون کنید تا ترد و خوشمزه باقی بمونن. بعد از اون میتونید از همون ادویه سیب زمینی که توی کانال آموزش دادیم روی سیب زمینیتون بریزید و نوش جان کنید. این سیب زمینی رو میتونید به مدت 6 ماه درون فریزر نگهداری کنید. خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و همراه من باشید. اینم سیب زمینی نیمه آماده‌مون که آماده شدن. امیدوارم درست کنید و از درست کردنش لذت ببرید.